جان جونه، حال مالتون چطوره؟ آقا امروز اومدم یه مقدار کلیپ یعنی محتوای سالم درست کنم بهتون اتچمنت بدم. برای دریافت اتچمنت عدد 50 کامنت کن. اوکی. بعد یه ردیم خودم با اتچمنت این بیوای میاد که اگه اونو بزنی 300 میلیارد سی پی رایگان دریافت کنی. این هیچ. بعد اگه عدد شورت رو کامنت کنی میدونی چی میشه؟ فرگو بروشن و اکتیویژن میان خونتون کمتر نیم ساعت. اوکی. آیپد 40,000 پرو رو تقدیمتون میکنن واسه 40,000 سال بعده. آره نمیدونم چه جوری ولی آره دیگه دوستم که رباتی نداریم. بروشن و فرگ هم عمرن نمیان ایران ولی حالا یه جوری میشه دیگه. من نمیدونم میخواید نخواید یه جوری من انجام میدم. نمیدونم چه جوری ولی آره یه جوری انجام میشه دیگه. شما به اونش کاری نکنید. من فقط میخوام ویو چیز یعنی من فقط میخوام آره هیچ داشتم میگفتم. بعد اگه عدد 452 رو کامنت کنی میدونی چه میشه؟ یه اتفاق بی نظیر میفته. کل گردونه های جهان هر وقتم که بیاد اصلا مهم نیستا. مثلا میخواد الان یه دوره گردونه جدید بیاد هر چی مهم خود به خود واسه تو فعال میشه. همه چیز به صورت کاملا رایگان. و گان لجند و گان متیکای دریافت میکنید که اصلا هنوز تو بازی نیست. آره بچه منم که کلیک بیت نمیزنم. شما اگر واقعا من کلیک بیت میبینین که بفرمایید چون من واقعا دارم همیشه روک و راست بهتون میگم دیگه. اتچمنت این بیوای الان دیگه نه نیومده رو صفحه. چی فکر الان میارم رو صفحه؟ نه شما عدد 52 رو کامنت کن. اوکی. اتچمنت این بیوای میاد. بله عدد 32 هم کامنت کن. اوکی 32 هم که کامنت کردی میدونی چی میشه؟ 32 رو که کامنت کنی یا اول فصل اصلا بگم پراتون میریزه. یعنی انقدر خوشحال بشید که نگم. عدد 52 رو کامنت کنید به علاوه 34999 یه دونه لامبورگینی کنار خونتون ظاهر میشه. GTA داداشی. آره آها خدایی اگه یه لحظم خندیدی خدایی لکسو بزن. الان میدونم نصفی هم میان زیر ویدیو مینویسن چقدر تو نمکی بود اصلا خندیدار نبود داشتی. اوکی خوشت نمیاد لازم کامنت هیت ننویس چون یه نفر دیگه میاد میخنده منو حمایت میکنه. خوشت نمیاد داشتی اون بیلاخ برعکس رو بزن اما دیسلایک رو بزن رد چو برو دیگه غیر از این که نیم. تا ویدیو بعدی میبینمتون. فعلا پیس خدافظ.